حمله نوبتی دسته سامان. فرصت برای بازیگران دسته سامان هست. اینجا مراد علیخلوف خود بازی رو ویران کرد یا نه؟ داوران خاموشند. این معنا رو دارد که خود بازی ویران نشده است از جانب کاپیتان دسته امانت بانک. هرچند در همین حالت علیشیر شریفов در زمین خوب است. دکتر کمک میکنه در همین وضعیت با بازی و گلی دسته امانت بانک رو دیده بودیم. ولی این دفعه از موقع خود بیرون میآید، اما اعتراض بازیگران این دسته سامان با داوران چی شد اونجا؟ بیرون از خط جریمه گام اگر به توپ رسید اون بازیگر تو با دست این فوتبال بازی دسته امانت بانک رسیده است. تو با دست فوتبال بازی دسته امانت بانک در داخل جریمه‌گاه رسیده است، ولی داوران آن وضعیت را ندیدند. صحنه تکرار را دیگر بار می‌بینیم. تو با دست حمید رضا رسیده بود. هجوم نوبتی دسته سامان. حمید رضا کوشش می‌کند این حالت رو برطرف نماید.